تا گوش فلک رسید آواز فلک، انجام دیگر مجو ز آغاز فلک. درود بیننده عزیز، باعث افتخار است که سنه 15 دکبر ژانر موسیقی قدیمی ما فلک از جانب یونسکو به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد گردید. در ابتدای برنامه این واقعه فرح بخش را به کل شما هموطنان عزیز مبارکباد میگوییم. در این راستا همچنین کتاب با نام فلک روی چاپ آمد و عین حال در استودیوی ما مؤلف کتاب مذکور فرهنگشناس جانبیک اساریان حضور دارند و ما در ضمن راجع به ژانر مذکور، تاریخ پیدایش، رشد و رونق آن و سهم این ژانر موسیقی در معرفی ملت تاجیک در عرصه بین المللی صحبت خواهیم کرد. نخست استاد شما را بر استودیو خوش آمدید میگوییم و ابتدای صحبت ما میخواستیم از همین کتاب تازه نشر شما باشد که ایده انشای چنین یک کتاب با نام فلک از کجا منشأ گرفت و آیا شما میدانستید که روز ژانر موسیقی ما فلک از جانب جامعه جهانی پذیرفته می شود؟ اول من میخوام با قسمت دوم سوال جواب بدم، برای خاطر آنکه زحمت های بسیار ارزنده و مهمی پیشوای ملت امام علی رحمان است که فلک در جامعه جهانی شناخته شد، مثل چند نمیناسی های دیگری تاجیکی از جمله چکن و نوروز. هم اعتبار هست و هم افطاریتیت هست. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان که توانست هم در کشور و هم در دنیا بار دیگر عنعنه های پیشین ما را زنده بگرداند، احیا کند. وگرنه سالهای پیش نیست فلکخوانان بودن، فلکخوانای زیاد بودن در دورانی که خیلی اوج داشت. آدین هاشم بود، فیض علی حسن بود، دولتمند خال بود، گلچهره صادق و به همین کاری مداخیر از کلاب از بدخشان خیلی زیاد بودن. ولی چون حکومتداران وقت در این مورد اندیشه نمی کردن و همطور می گفتن که یک ژانری هست، ژانر موسیقی هست و موسیقی کوهستانی و می بردن می چسباندنش به ادبیات شفاهی. شکل درستش این ژانر سازی و آوازی هست که خیلی کهن است و رو آوردن من به فلک و فلکخوانی به خاطر آن است که من در محیط کلان شدم که فلک در آنجا پیدا شده است و فلک در خون و پوست ما، در تار و پود ما تنیده شده است. من از خردی یک بستگی بسیار غلطی با همین شکل آوازخوانی داشتم. من از مادرم میشنیدم سرودها، هرچند من از علیه مادرم که برادران را میگفتم من میدونستم که این فلک نیست، ولی از نوحه دوتاری پدرم و همسایه ها که هستند و از سرودهای بسیار پرمضمون و از موسیقی های زیبایی که از آن موی تنه انسان میخیزد که بابای آدینه میخواندن، آدینه هاشم و دیگر. دویم در دلم بود که باید در باب فلک چیزی نوشت. چرا چیزی نمیگویند و هر وقت بگن و شکایت از زمان میگویند و میگویند که یک ادبیات یک ژانر سازی و آوازی شفاهی است. ولی میدیدم که اون هنرمندانی که سرود میخواندن در پایه خیلی بلند بود. و زمانهای بعدین هم که من به کار خود صرفم رفتم احساس کردم که آنها یک دایره مردم بزرگ هستن با صدای خیلی قوی و با موسیقی خیلی عالی که گمان میرد از دوران خیلی قدیم آورده شده. و بعد و پس آن نتیجه آموزش، هین آموزش و آموزش سرچشمه های دیگر و خود زندگی ذهنیتی مردم به خلاصه آمدم که باید ژانر حرفه‌ای باشد. چرا؟ به چند خاصیت. هر نفری که فلک میخواند اون باید خیلی صدای بلند داشته باشد، خیلی صدای قوی داشته باشد، هم سالم باشد و به همین مانند. برای همین چند سال پیش، هنوز سالهای از اولین نوشته های من به سالهای 90 رس می آید. بعد و فیلمی هم گرفته بودم با نام فلک که
در چند آزمون‌های بین المللی نمایش داده شدند. هرچند ما شاید به پورگی نتوانستیم کمالات هنر را برای مردم خارج نمایش بدیم، ولی خوشبختانه قبول میکردند و در شبکه‌های تلویزیون تاجیکستان بارها نمایش داده شد. بسیار خوب استاد. و انا همین پذیرفته شدن ژانر سازی آوازی فلک از جانب یونسکو در رشد و تکامل آینده انا همین نوعی موسیقی چه تکانی جدی میبخشد؟ خوب است. یک نکته بسیار مهم این است که وسیله‌های تاثیررسانی از خارجه و ما خیلی زیاد هستند که در اینجا بیشتر مادیات اهمیت پیدا میکنند و موسیقی هایی که با تفکر امروزه جهانیان سازگار است و موسیقی هایی که مدرن شدند. ما رو ضرور است که در همین زمان عالم شمولی کوشش انجام بدهیم که عنعنه های خودمان حفظ کنیم، چرا که عنعنه های ما، هنرهای بزرگی ما، اینها سپری بسیار بزرگ هستند برای آینده ملت. ما در این مورد داریم هم شش مقام داریم، هم فلک داریم، هم عنعنه های بسیار زیبای در دخت و دوز داریم که ما چکن میگوییم. این خیلی مهم است. و وقتی که در جهان یک نمونه، یک نمینت شناخته می شود، وقتی که نوروز رو شناختن، وقتی که چکن رو شناختن و زمانی که فلک شناخته می شود، این شناخت ملت است. یکی از علمان بسیار بزرگ خارجی میگوید که ملتی که صنعتی به خودش خاص ندارد، اون ملت عمر دراز ندارد. ما خوشبختانه داریم همین خاصیت، داریم نمونه هایی که هر یک گردشش خاصیت های تاجیکانه دارد که به ملت های دیگر مانند نیستند. ببینید یک خاصیت این فلک ببینید چی برد دارد. بردش همین است که همه گونه نمونه های صنعت موسیقی را تقلید کردن و خواندن ممکن است، ولی در محلات دیگر هر چند کوشش کند هیچ کس به همون شکلی که خوانده میشد در زادگاهش، در وطنش خوانده نمیشه، نه تقلید کرده نمیشه. ببینید یک فلک باز برای ما چی را پیشنهاد کرد، اندیشه دیگر را برای ما پیشنهاد کرد. همین مردمی که در قسمت جنوبی تاجیکستان هستند یک قهرمانی بزرگ ظاهر کردند. ساز را نگاه داشتن در همون اصل قدیمش که این دوتار میگن در کلو ولی دومره میگن در جاهای دیگر. همین دومره ساز هست که با همون خاصیت های قبلیش، با همون شکل پیشینش از طرف همین مردم حفظ شد. برای من دومره را گفتم که این ساز ناجی هست. ساز ناجی یگانه ساز هست که در مرگ و مرده و سرور و سور به همراه مردم کلاب است. میتونید به اون مرثیه خواند، میتونید به او خرسندی ها را و بیگانی ها را یک نزاکت تازه بخشید. بسیار خوب استاد. و از کتابی که شما با نزدیکی بانوی فلک چاپ کرده و این حال در روی میز ما قرار دارد، جای من خواندم که شما اشاره کرده اید که ژانر امروزه فلک ما به همین شکلی که هست بیش از 1000 سال است که انا همین شکل حاضره خود را دارد. و با تکیه به اون پژوهشی که در کتاب مذکور شما انجام دادید میگفتید که ژانر فلک از کدام زمان پیدا شد و کدام مرحله های تاریخی رو پس سر کرده است؟ ژانر در شکل پرش میگیم ژانر سازی و آوازی فلک در مردم منطقه این تاریخ خیلی کهن دارد. اکثر باید من بگویم که آثار پیدا شده که از هم منطقه های ما و هم منطقه های ایران پیدا شد، هم در افراسیاب پیدا شد. اما دومره یا دوتار مادر سازهای ذهی دنیا هست. اول از زمین پیدا شد. اگر از روی پیدایشش میگن که تقریبا 5000 سال فقط ساز شده است. تاریخ 5000 سال پس باید برابر او باشد. و
سرودها زمانی پیدا میشن که با مراسم های مهنتی، جنگ، بازی ها در ارتباط هستند. و برای چی من گفتم که 1000 سال پیش از این؟ برای که با همین زبان، البته من 1000 گفتم، این معنی رو فقط 1000 سال، این خیلی گذشته است. و اگر به تاریخ مراجعت کنیم، خودی همین نامش رو بگیریم، فلک در شکل فلکیات است. من گمان میکنم که فلک کلمه عربی که هست اسم است، باری معنی نمیکشد. اگر که ما میتونستیم فلکیش میگفتیم که نه، آسمانی خیلی درجه عالی خوبتر میبود، ولی در همین شکل هم قبولش کردیم. از کجا پیدا شد؟ این پهلویات است. همون پهلویات است که بعدتر فلکیات شد و آهسته آهسته ترانسکریپسیا خورد. پهلویات از کجاست؟ اینا زمان اشکانی هستند. اشکانی به واسطه به ملت ما بسیار مناسبت نزدیک دارد از نظر صنعت و تاریخ، چرا که دولت اشکانیان در قسمت غربی ایران، قسمت شمال غربی ایران و خود ساحل های نزدیک بحر خزر اشکانیان ساختن. اونها قبیله های داها هستند که از ساحل جیهون رفتن اونجا و ایمپریا ساختن. و پهلویات در همونجا موسیقی بود. پهلویات چی است؟ ترانه های بسیار عادی مردمی، ترانه است در شکل پهلویات. و بعدتر آمدن اینجا. ببینید من چند چیز برای شما میگم که بسیار غلطی است و کمتر در مقایسه گرفته شده است. ترانه از خوتلان آمدیه، این یک از خوتلان آمدیه که معمول است و به همین مانند ترانه دیگر در هولبوک پیدا کرده شد که در تصویر زن است. لب هم هماوش مزه، ابرو کمان همزه، تیرش خدنگ غمزه، چشمکاش خلاکی دل ها. و پهلویات خیلی وسعت داشت و به قسمت های مردم دیگر هم، چون در بلخ بود و سامانی هم رفتن به بخارا، در رودکی هم همین پهلویات هست، همین ترانه هست. بوتی تتاری گلی بهاری، بوتی تتاری نبی داری چرا نیاری. و همین ترانه ها گذاشتن به، هرچند که مردم به غزل داده شدن، اینا وزن هجایی هم دارن، و بعد گذاشتن بعد شاعران دیگری مثل ابو سعید ابوالخیر و بعد افضل کاشانی و بابا طاهر اوریان و عمر خیام، اینا را گرفتن در همین صورتی که امروز در مردم ما میخوانند، در همین شکل خیلی جور کردن. بسیار آزاد است. اگر که بگیریم از روی سرچشمه، این تاریخ از دوره اشکانیان است که 2000 سال. ولی وقتی من گفتم فلک کلمه 1000 سال دارد، برای من گفتم باید پهلویات باشد، به خاطر آنکه مردمی که با عرب جنگید نمیتوانست که در همین نمونه ژانر سازی آوازی خود همین واژه را قبول کنند. من گمان میکنم که از همین پهلویات فلکیات شد، به همین دستور رفت و در میزان آموزی شد پهلوهای گوناگونش اینها هم تقریبا درست میخورند. یعنی فلک نه کمتر از تاریخ 2000 ساله دارد، آنچه که در سرچشمه ها هست. از آنه که سازش خیلی بر وقت شد، این 5000 سال است. برای ما باید از همدیگر فرق بگذاریم، چرا که دوره های تاریخی برای ما بسیار مواد ضروری میده. در اصل یکی که در اینجا ما بعد دولت یونان رو باختری، حتی در دوره کوشانیان در همین منطقه زبان یونانی بود در برابر زبان باختری. بعد کنیشکا آمد و گفت که این زبان باید از استعمال بیرون شود و مردم برگشتن به زبان باختری. خب یعنی با همون زبان و با همون متنی که ما در دست داریم، همین نمونه ژانر سازی و آوازی 1000 سال است، چنانه که شعری فارسی تاجیکی 1000 سال است. بسیار خوب استاد. و انا همین شما چون قید کردید با همین تاریخ 2000 ساله که ژانر سازی آوازی فلک دارد و یقین است که ژانر سازی آوازی فلک برابر دیگر ارزش‌های ملی فرهنگی ما در طول تاریخ و بسیار ضدیت‌های تاریخی
روبرو شده است و میگفتید که کدام ویژگی خاصی یعنی همین ژانر بود که آن را تا امروز زنده و پاینده نگاه داشت؟ یک چیز من میخوام که از اون شروع کنم که بسیاری وقت گفتم فلک این شکایت از آسمان است، شکایت از گردان هست فلان و محققای ما چیکار کردن گوجای در کلمه فلک، سپر، آسمان فلان بیمدان، چرخ، گردون جمع کردن و همونا تفسیر کردن و چیزی اساسشان آن شد که همین فریاد دست فلک جامکه بود. خب این درست است. وقتی که ما درباره چون که من اقتباس کردم نمونه هایی که اگر خاصیت های ملت در اونجا چهره ملت نمایان نباشد مال اون نیست. برای آنکه این ژانر را درست بدانید باید در اونجا بوایه رسیده باشه، از خوردی در خونه تو باشه. دیومش مردمی که میگویند در باب ژانر باید از ذهنیت و منتالیته مردم خبر داشته باشه. ببینید برای که تلاش های زیاد است، یک گپی بسیار معمول است. از یک آدم از آفریقا نوشته است که وقتی که بر ما هجوم کردن انگلیس ها یا که برها دیگر اونها در دست کتاب داشتن، کتاب به ما دادن، ما کتاب گرفتیم، اونها زمین های ما را گرفتن. مقصد همه غاصب همین نیست کردن است، نیست کردن نمونه های بزرگ معنویات هست. ولی در همین زمینه یک قوه بزرگی که با نام عرب آمد و اسلام آورد خودش همین جبر بود و مقاومت زیادی بود به ضد عنعنه های ما. دین آیین دیگر کرد و زندگی نامه مردم به وسیله مذهبش دیگر کرد. و میبینید که ما نیزم نفهمیده پهلویات گرفتیم، فلکیات کردیم، تغییرات دیدید و واژه های زیادی آمد. جشنواره های ما از میان رفیق دوسی بزرگ بیودن نمیگرد که چو تخت با منبر برابر شود همه نام بوبکر و عمر شود. حتی به نام هم به همین سو البته به صنعت ما نیست تاثیر بسیار سخت رسان و چون که ما میدونیم اواسط با در وزن هجایی است و تمام دوبیتی ها و ترانه ها در وزن هجایی هستند. با وزن روز البته ما از این بوی ندادیم ولی تغییرات شد. در این زمینه بله با آمد من فکر وقتی که یا آثار خلچیان را من بسیاری بدگم ندیستم، وقتی که آثار خلچیان یا آثاری که خلچیان و آثار حیرتان و آثار در ازبکستان و افغانستان پیدا کرده شده و مقایسه میکنید نواختن چنگ و اسباب های ذهنی و اسباب های نفسی در آنجا نمایانند. من به اندیشه من این است که با آمدن غاصبان همین دسته ها یا انسامبل هایی که در سرود خوانده میشد و شاید همین سرودخوانی ما هم در همین شکل بود آهسته آهسته پراکنده شدن. حالا که در عصر 56 موافق نوشته های سیاحان چینی از اینجا اسب میبردن، از ختلان هنرمند میبردن، از بخارا نیز میبردن، رقاصه میبردن و هنرمندان نوازندگان و سراینده ها را میبردن. یعنی اینجا خیلی شهرت داشت این چیزا. این نیز با آمدن عرب از میان رفت. بعد با آمدن مغول ها و با آمدن شیبانی و این آهسته آهسته از میان رفتن و همون دسته های بزرگی که با رقاصه های زیبا بودن اینها نیز با آمدن اسلام از میان رفتن. با آمدن بیابونگردان کاملا تنها ماند. من اگرچه که ساده میگویم و هر صورت نم اهمیت دارد. همه مردمی که بسیار مشت لغت خورد و سرزمینش ویران شد همین یک دو تار در سر دستش ماند و همین گرفت هر جایی که میره وظیفه یک انسامبل یک دسته را اجرا میکرد
گمان میکنم که یک سبب باقی ماندنش همین است، وگرنه عصرهای پیشتر این در ما خیلی زیاد بود، نمونه های ژانرهایی که هستند. یک چیز دیگه در باب آنه که چرا من قبول ندارم که فلک خاصیت شکایتی دارد. مردمی که با اسکندر مقدونی در سیمای کتن و وستن جنگید، مقابل عرب ها را شکست داد، بر ضد قراخانی ها و بر ضد سلجوقیان جنگید. در دوره وارثان تیمور خواجه اسحاق ختلانی مقابل او شورش برداشت. شورش های دیگر هم هستند. این مردم نمیتوانند که شکایت داشته باشند، ولی این سرود بلندی که هر جا فریاد میزنند این سرود رزمندگان است. من میگم که فلک، در جای گفتم که فلک این سرود رزماوران است و در بیشتری از موسیقی هایی که در فلک احساس میشن رزمندگی بیشتر است و بر سر این مردم بستن شکایت این کاری بسیار غلط است و مردم میبرد به گمراهی. از بیداری ما میمونیم وقتی که ما میگیم که ما فقط آدم شکایتگر فقط بیمار میشود، آگاه نیست، هوشیار نیست. آدمی که مقاومت میکند زمانه خودم میسازد و زندگی خودم میسازد و کشورش آباد میکند. چند ربایی هم ما بسیار وقت با ربایی های وی داده شدیم که ربایی که پسیمیستی، خاصیت پسیمیستی دارن، ولی یک نفری از ما اکاری ما نگفتن که در عصر مثلا مقابل مغول ربایی هست از همون دوره. در خواب بودم زلزله زنگ آمد، زنجیر مغول به گردنم تنگ آمد. مرد بچه بودم گریختنم ننگ آمد، خون جگرم به هر سری سنگ آمد. یا در جای باید دیگر میگد که بس یک مردی به زیب بلجوان بچم، مرد از همه مردان جهان بچم، هرچند که سربدار شد آخری کار. اشاره و سربداران بود. هرچند که سربدار شد آخری کار، زیبنده زیب داستان بچم، زیبنده شعر و داستان بچم. ببینید یک نقطه های هستن که بسیار مهمن برای دانستن و کردن و اشاره باید به اون باشد که موسیقی سراینده موقع بسیار مهم دارد. در گذشتم در حاضرم باید مرتبه این مردم بالاتر کرد. در زمان پیشم دو قوه بزرگ بود در میدان، یکی رزمندگان، دویم سرایندگان بعد هر محاربه تفصیفی همون میدان جنگ میکردن، قهرمانا را پیشم میکردن بعدم میکردن. کروش کبیر میگه که جمع میکرد و سراینده را می آوردن و قصه های تاریخی و پیروزگرایی را برای عسکراش میخواندن. و امروز نیست همین سراینده ها هستند که در برابر سپاهی های ما که سرحد حفظ میکنن با دشمنان در مقاومت هستند، اینها وحدت سرایم دائم چی میخوانند؟ کدام دوره که نباشد میبینید که اینها در باب وطن دوستی میخوانند، مادر صفت میکنند، وطن صفت میکنند و مردم تحریک میدن به وطن داری. یعنی این لشکر در زمان پیشین هم سرایندگان یک لشکری پرقوت بودن، سپاهیان پرقوت بودن دقیق‌ترش. و امروز این نمایندگان این ساحه لشکری بزرگ ایدئولوژی کشور هستند. و در همین کتاب استاد یک اقتباسی از یک سندشناس مغرب شما آورده است و بسیار قابل توجه هم بود. اونجا ذکر می شود که ملت های وجودی بردوام دارند که آنها دارای اصالت ملی اند و دارای ایجادی خاصی می باشند که این گفتم تنها خاصی آنهاست. انا همین ژانر سازی آوازی فلک برابر دیگر ارزش های ملی فرهنگی ما در هستی بردوام ملت تاجیک چه سهم گذاشت و ژانر سازی آوازی فلک در معرفی ملت ما در عرصه جهانی چه نقش دارد؟
намуна ҳое ки пайдо мешаванд аввал ба зеҳнияти миллат сару кор доранд ва худорои миллӣ ва худифодагаранд ифодагари бузургии ҳамун миллат ё ки вазъияти ҳамун миллатанд. ман барои ҳамин гуфтам ки дар ин ҷо албатта шояд ман ғалат кунам, албатта ин аввали кор аст, бо дигаро ислом мекунанд. ин ман аз сабаби он ки таърихи қадима дорад, ман гуфтам ки ин намунаи сурудҳои бохтарӣ аст. худи шакли сароидан, ҳамон сози мусиқӣ, инҳо архетипанд. архетип дидани ҳамон соз худи инсонро ба таърихи чанд ҳазор сола мебарад. барои ин хеле кӯҳани хеле дар қиёс бо рубобҳои чои навбаромад ин чи аст? фаҳлавиёт худаш архетип аст, фалак архетип аст. яъне як вожаҳое ҳастанд ки дар худии худ чизе наменамоянд, вале вақте ки андеша мекунед, дар пушти фалак андешаи як мардум аст, фалсафаи як мардум аст, ҷаҳонбинии як мардум аст, зебоипарастӣ як доираи бисёр муҳим аст. ва худаш осмон, дар боби осмону дар боби ҳамин чиз ки мо фаҳлавиёташ гуфтем, вақте ки ба мазмун ворид мешем, ба чӣ ворид мешем? ҳамон мавҷудияти инсон, пайдоиши инсон ва ҳастии инсон аст ки масъалаи комили ҳама гуна фалсафа ва санъат аст. ҳамин худаш гирифта бо худаш овардааст, дар ҳар пораи шеърие ки мехоҳед овардааст. яъне ҷаҳонбинии ҳамон мардумай. вақте ки мо дар боби агар бигирем ки фалакаш бигем, осмонаш бигем ва баъзе ситоишҳое ки дар боби замину осмону ситора аст, ин меҳрпарастӣ аст. меҳрпарастӣ ва митраизм бисёр дар иртиботай. ва ҳамун мардума на танҳо дар ин ҷанри созии овозӣ, бо паҳлӯи дигараша нигоҳ кунед. масалан, мо метавонем гуфтан ки чакан фалакест дар матоъ духташуда. ва фалак чаканест ки аз гулӯи аз ҳанҷараи ҳар нафар садо медиҳад. инҳо аз ҳамдигар берун нестанд. дар ин ҷа ки қисматеша дар садо гуфт, дигаре бо дар ҷои дигар ишора ба ҳамин чизҳо доранд. яъне миллат дар баробар як бо як чизаш намешавад ӯро муаррифӣ кард, вале ҳамун намунаи тасаввуроташ дар чанд офаридааш намоён мешавад. масалан, дар тасаввуроти мо вақте ки мо мегӯем, дар бача ман таҳқиқ кардам, дар фалак бештар чӣ ситода мешавад? анор, чанор, санҷид, себарга, садбарг. ин ҳамин чизҳое ҳастанд ки бибинед ба даврони хеле қадим моро бо мебаранд. ҳамон намунаҳои меҳрпарастимон ва зебоипарастимон. ҳамон чизе ки мо дар ин ҷа ситоиш мекунем, дар киртоҳои чаканмон моҳу ситораву офтобу моҳтобу ҳамаи ҳаминора бо дар ин ҷа вай кардем ифода мекунанд. яъне мардуми ғарб эҳсос карданд ки бо мо дар намунаҳои фарҳангмон тасаввурот ва бо боварҳои хеле қадима нигоҳ доштаем. бисёр хуб Усод, ва дар ибтидои суҳбат ҳам вобаста ба саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон шумо зикр кардед дар эҳё ва рушди ҳамин ҷанри сози овози фалак. ва инҷо мехостем фикри шуморо фаҳмида бошем ки дар замони соҳиби истиқлолӣ бо дастгирии роҳбарияти олии кишвар ҷанри мазкур чӣ гуна рушд кард, эҳё ёфт? чаро мо давлати сомониёна давлати тоҷикӣ гуфтем? барои он ки дар муқобили араб, низоми фаҳмиши араб, андешаи тоҷикӣ бозгашт. таҳрикдиҳандаҳо буданд, мисли рӯдакию устод рӯдакию, мисли ҳаким фирдавсию ҳамино. вале кори асосиро давлати сомониён, исмоили сомонӣ ва бузургони ҳамон давра карданд. ман бозам мегӯям, шояд зиёдаравӣ кунам, ҳамон дуюмбора эҳё шудан баъди даврони шӯравӣ ҳамин дастур аст. як поландиро пурсиданд ки чаро шумо ба домани олмон рафтед, на ба
متعیتی روس‌ها گفت که آلمان‌ها با جسم کار دارن، اسلاویان‌ها با روح کار دارن. در دوران شوروی نیز با روحانیت و روان مردم بیشتر کار کرده شد و بیگانه‌ستایی زیادتر شد. و دوران استقلال به ما چی داد؟ قدم به قدم ما به گذشتهمان برگشتیم. قدم به قدم یک بار قفا نگاه کردیم که ما چی داشتیم و چیزی که از ما زیر پا پلقده کرده بودیم یا که زیر پا یا که کدامی را افتانده بودیم برگشته با گرفته ایستادیم. جشن نوروز احیا شد در زمان با تمام هستش. حتی مردم در زمان شوروی با نام درویشانه از ترسه عید میکردن، نوروز نبود و جشنواره‌های دیگر. با سعی و تلاش همین مرد که در جوهرش یا که به طریق دیگر بگیم در فرهنگ پخته است، جوشیده است، در نزاکت وطنداری و احساس وطنداری پخته است، کوشش های انجام داد که ما همین کار را بکنیم. 1100 سالگی دولت سامانیان، چقدر بزرگامون روزهای مولودشان و سری سالشان جشن گرفتیم. چقدر شهرامون ایسترافشن و خوجند و کولاب و حصار اینا همش از 2000 سالگی و 2500 سالگی گذشته. این همش عملهای رمزی هستند ولی میتوانند چقدر چیزهای دیگر را زنده کنند. در همین دوره استقلالیت امکان در دوره استقلالیت پرزیدنت کشور پیشوای ملت کارهایی را انجام داد که این کاری 100 ساله ها است. وقتی که ما 6 مقام از زنده کردیم، فقط یک 6 مقام از زنده نکردیم، یک نمونه سرودخانه را یا فلک از زنده نکردیم. وقتی که با آنها مقام دولتی داده شد، مکتب هاش زنده شد، فاکولته ها در دانشگاه ها پیدا شدند. توجه به لباسی که برای مردم لباس عنعنوی مردم و در همه شکل پیشینش، همه اینا سازها پیدا شد که توجه بیشتر می شد و وسیله های نگهداری و حفظ خیلی زیاد می شود که من منت دارم. همچنین یک فرد ملت که بسیار سعی می کردیم که با ما امکانیت بدهند در به زبان تاجیکی صحبت کنیم یا با ما امکانیت بدهند که ما جشن نوروز هم با افتخار بگیم و به همه مانند چیزهای دیگر. اینجا شما استاد وابسته به سهم چند هنرمندان اونهایی که فلک سرا هستند، استادان نامدار و هنرمند نامشون ذکر کردید و سهمی برابر دیگر اونهایی که مقصد ژانر سازی آوازی فلک مقام دولتی گرفت برای رشد اون تمام زمینه ها مهیا شد. هنرمندان فلک سرای ما در ان همین تحکیم بخشیدن و رشد اون چی حصه ارزنده گذاشتن؟ از هنرمندان ما سهم استاد آدینه هاشم بسیار بزرگ است. او توانست که همه عنعنه پیشینه را زنده کند. یک دایره که در حاضر همون فیلارمونی به نام استاد آدینه هاشم هست، همون جوهر اساسی در همون جا بود. بسیار رونق یافته بود که اینجا فیضعلی حسن هم بود و عبدالمجید حاضر با جوانان دیگر انوشیروان اینا هستن در اونجا. دولتمند خالف یک نفری که با همون تمام یار و برادرانش بی‌نظیر سرود میخوانند. با یک نفری که درباره او علاهیده باید صحبت گفت، چلاخان خالف از زمره همون سراینده هنرمندانی است که سرفهم فلک و شیوه های گفتارهاش میرده. یک نمونه تازه رو با نام سبک سیحامی هم میخواند که در کنگر رای بدن. با اندیشه شما باز کدام پهلوهای ناروشنی ژانر موسیقی سازی آوازی فلک تا امروز تحقیق نشده مورد پژوهش قرار نگرفتند؟ من در نوشته‌ام گفتم که ما یک مکتب
мактаби хосаи фалак омӯзиши фалак надорем. ҳар кас гардунаша ба ҳар тараф мекашад ва бисёри ҳолатҳо кӯшиш мекунанд ки ҳар кас мақолаи матлаби эҷод кунад танҳо ба хотири ҳисобот аст. олимони моро мебояд ки ҷиддитар машғул шаванд. Акнун мо албатта дар бораи матн маълумот зиёд пайдо карда метавонем, вале мо бояд кӯшиш кунем ки ба мусиқияш таваҷҷӯҳ кунем. Ман дар як ҷо гуфта будам ки мусиқии бобои Одина ё ки Зафар Нозим инам ваҳй аст, ваҳйи худовандӣ аст ки аз як ҷо расонда мешавад. Вагарна баъзе намунаҳои мусиқӣ аст ки вақте ки менавозанд мӯи баданат мехезад. Яъне ин дар хури манфиати ту аст, ин ба равонияти ту хуш меояд. мо матнро медонем ки исбот кунем кадом давра буд, вале мусиқиро бояд исбот кард ки аз кадом давра омадааст. ин солҳои 30 пайдо шудааст ё пештар пайдо шуд. Як мусиқӣ менавохтанд, мегуфтанд ки оҳанги Карими Шиша солҳои 30 ва бисёрён намедонанд. Вале оё мо медонем ки дар асри 10 чӣ хел менавохтанд, вале аз рӯи зеҳниятамон ки забонамон тағйир наёфт, бояд мусиқимонам тағйир наёфта бошад, вале тағйирот лозим аст. боварӣ дорем ки суҳбати имрӯзаи мо барои тамошобинони мо бисёр як ғизои маънавӣ хуб мебахшад ва бинандагони азиз дар барномаи мо ҳузур доштанд фарҳангшинос устод Ҷонибек Асроиён.